استاد با اجازه دوستا همینجا یک نفر زیاد سوال کردیست در چت جوابش دادن ولی میخواه از زبان شما شنوا. خب سمبوسه فروش است. سمبوسه را با گوشت اسب آماده میکنه ولی در وقت فروختن گوشت گاو گفته میفروشه. همین درست است یا نه؟ نه نادرست است. من غشنه فلیس منا. کسی که ما رو فریب دید و از ما نیست. او گوشت اسب برای بعضی آدم ها نمیفورد. الرژی دارند، داولینی دارند، فشار به زبان تاجیکی. مقصد ما با اگر به تاجیکی محض سخن کنید برادران نمیفهمند. یعنی آدمایی که کسلی داولینی دارند گوشت اسب گرمی هست. به بعضی آدم‌ها برداشت نمیکنن، کسل میشن. اون بیچاره در سری رول میخورد، مثال شاید کسلی قند دارد، شاید فشار دارد. بنابراین گفته فروشید برادر، خیر نکنید، این ممکن نیست. ولی گوشت اسب حلال است. شاید از گوشت گاو دیده فایده ناکتر باشد، لیکن گفته فروشید. فهمیدید؟ من غشنا فلیس منا. کسی ما رو فریب داد و از ما نیست. همین گونه گوشت گوسفند هم بعضی آدم گوشت گوسفند نمیخورد. گاو گوسفند نگوید، گوسفند گاو نگوید. تا آدمی گوسفند خور گاو خورد میفهمد. به هر حال راستش گفته فروشید. بله. استاد یک پول میخواسته که پدرشون حج روان کنن چی میشته باشه؟ با پولی چی؟ به همین پول که سمبوسه فروخته پول جمع کرده به همین راه میخواه که پدرشون حج روان کنن. خیر روان کنید. دو اصلا وای کارتون حلال و فقط شما در بین کار حلالتون دروغ گفتید. یعنی که کسبتون حلال است، فقط شما دروغ گفته فروختید. اون هیچ ضرر نداره، اون حرام حلال نکردید. مثال گوشت خوک گاو گفته نفروختید، کارتون هیچ گپی نداره. لیکن من گفتم که جهتی ضررش همین قدر، جهتی ضررش همین قدر که به بعض آدم ها گوشت اسب نمیفورد و بیمار شدنش ممکن است. سلامتیش یعنی که به هر حال تاثیر میکنه. برای همین برادر راستش گویید آخر و گوشت اسب جان جان گفته خورن، برعکس قیمت شدنش در کار از گوشت گاو عصبی کمچین بودنش. چی جایی آدمایی که من یک آدم اگر گاو و اسب فروشد میگفتیم که خیر شما اسب برای چی گاو گفته میفروشید؟ آخه گاو اسب گفته فروشید. بله گاوی نم کردمانید آخر مادامی که به گاو طلبات است. بله به حج برسانید، لیکن به گناهاتون توبه کنید. به فریبی که دادید آدم ها را. الله اعلم.